کاروان قصه. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به نام خداوند بزرگ و درود و صلوات بر روان بهترین انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و با تقدیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما دوستان گرامی برنامه کاروان قصه. باز هم با پیشکش نمودن یک داستان زیبا با من شفیق رسولی و همکار ثبت برنامه انجینیر محمد امان قانعی به حضورتان مشرف شدیم. داستان امشب ما تحت عنوان در کوچه های خاطره از حلیم تنویر می باشد. امید است تا آخر برنامه با ما همراه بوده و از شنیدن داستان لذت ببرید. رادیوی ملی افغانستان، صدای رسای همه افغانها. نامش شاه فتاح بود. اکثر کوچگی ها او را به همین نام صدا می زدند. بعضی او را بابا فتاح می گفتند و عده‌ای هم کاکا فتاح. ولی شاه فتاح نام اصلیش بود. او دکاندار سر کوچه ما بود. از کودکی او را می شناختم. از زمانی که توانستم راه بروم و به کوچه برایم. مادرم هم او را از کودکیش می شناخت. نمیدانم او چند سال داشت، ولی تارهای ریش کوتاهش به کلی سپید شده بود. موهای سرش را هرگز ندیده بودم، زیرا همیشه لنگی به سرش می کرد. از شاه فتاح خوشم می آمد. از همان کودکی با او انس داشتم. با ریش تنک و پیرش، با چشمان ریزه و خرد آبی و شیارهای گره خورده پیشانیش. ما آن زمان در کوچه باغ علی مردان زندگی می کردیم، نزدیک مسجد ازبک ها. دکان شاه فتاح مقابل کوچه ما بود. پیش روی مسجد میدانی بزرگ بود. خانه ما فاصله چندانی از مسجد نداشت. روزهایی که شاه فتاح دکانش را می بست و جایی می رفت، بچه های کوچه در میدانی بساط بازی را فرش می کردند. تشل بازی، قدکان، شدومک و شیر و خط می نمودند. بچه های کوچه از شاه فتاح خیلی می ترسیدند. نظم و اداره کوچه به دست او بود. گاهی هم که یکی از بچه ها را می دید که تشل بازی می کند و سیگرت دود می کند، گوشهایش را تو می داد، به موهایش چنگ می زد و او را لطکوب می کرد. همه کوچگی ها به شاه فتاح احترام داشتند. بچه های کوچه وقتی او را می دیدند آرام می شدند و با هم در گوشه فرار می کردند. کوچه ما آرامتر از دیگر کوچه های شهر بود. من از تشل بازی بدم می آید، ولی گاهی که شاه فتاح در دکان نمی بود، دزدکی از خانه می برآمدم و خوش داشتم تا بازی بچه ها را ببینم. به همین خاطر شاه فتاح هم مرا دوست داشت و با من محبت می کرد. هر وقتی که مرا می دید مقداری نخود و سنجد برایم داده می گفت: تو بچه خوب و با تربیت ای کوچه هستی. پدرت آدم خوب است. از سگ میمانه، از آدم. او با بچه های کوچه بیشتر سر و کار داشت و به همین جهت آنها را خوبتر و بهتر می شناخت. صورتش سپید بود و چملکی های دور چشمان و شیارهای پیشانیش به خوبی دیده نمی شد. زود عصبانی می شد. گاهی هم زیر لب چیزهایی می گفت که من نمی فهمیدم. قدش اندک خمیده بود، ولی همیشه استوار و تند راه می رفت. روزهایی که آفتابی می بود، قفسهای سایرا و گلسر را از دکانش بیرون می کشید. یگانه مرغ کلنگیش را نیز به پایه زینه دکانش می بست.
دکانش بابا فتا اندکی بلندتر از کوچه بود. وقتی مادرم مرا پیسه میداد که از بازار سودا بیاورم، پیش دکان بابا فتا می ایستادم و برای لحظه ها سایره و گلسر را تماشا می کردم و از آوازش لذت می بردم. وقتی دیرتر به خانه سودا را می آوردم، مادرم قهر شده می گفت: چرا ناوقت آمدی؟ روز سرم شام کردی. و من بهانه می کردم، بهانه‌ای که برایش قابل قبول بود. در اخیر کوچه ما دکان پیر مرد دیگری هم بود که به دکان قلندر سودخور مشهور بود. شاه فتا او را خیلی بد می دید. کوچگی ها هم چندان علاقه‌ای به او نداشتند. شاه فتا هر وقتی که عصبانی می شد می گفت: هر کسی که سود بخوره شکمش مثل قلندر واری می پونده، گنده میشه، آخرش هم می کفه. توبه خدایا توبه. قلندر سودخور خلاف شاه فتا عمل می کرد. بچه های کوچه را به قطع زدن تشویق می کرد. سیگرت به قرض برایشان می فروخت و بدین گونه مفاد خود را بر همه چیز ترجیح می داد. بچه ها را به ضد بابا فتا برمی انگیخت. دشنام های رکیک پی هم نثارش می کرد تا برای بچه های کوچه جرأت بدهد و ترسشان را از بین ببرد. ولی مردم کوچه ما به شاه فتا احترام زیاد داشتند. یادم میآید که همیشه وقتی ملای مسجد اذان میداد، شاه فتا با عجله پیزارهای پت شده‌اش را به پا کرده جانب مسجد روان میشد. دکانش همیشه باز می بود و هیچ کسی جرأت دست زدن به اشیای داخل دکان را نداشتند. بعضی کوچگی ها برای اینکه با شاه فتا احساس خودی کنند، اشیای مورد نیاز خود را در غیاب او می گرفتند و پولش را در پله ترازو می گذاشتند. خودش عقیده داشت که هر کسی دزدی کند جزای خود را می بیند و به همین خاطر هم همیشه دکانش را باز می گذاشت. گاهی که با پدرم که دکتر بود بیرون می رفتم، احساس بزرگی برایم دست می داد. همانند پدرم بابا فتاح را می دیدم که با همان قهر و عتاب همیشگیش از جایش برمی خواست. دستش را روی سینه گرفته احترامانه به پدرم سلام داده می گفت: دکتر صاحب سلام برسه. و لبخند نیمه تمام در گوشه لبانش باقی می ماند. پدرم می گفت: بابا فتا چطور هستی؟ مریضیت چطور است؟ بابا فتا پاسخ می داد: کم نشی، دستت برکت است برکت. دیشو همو دوارا که داده بودی خوردم، به فضل خداوند درد از جانم کم شده. وقتی پدرم می دید دوایی که برای شاه فتا داده تأثیر مثبت نموده، پیشانیش از هم باز شده و حالت متفکر را به خود گرفته و برای اینکه دکاندار پیر کوچه ما با آواز بلند به ستایشش زبان بگشاید تا مردم کوچه بشنوند می گفت: مقصد کوچگی ها آرام باشم. ما برازمی هستم که خدمت تانه کنم. اگرنی می تانستم در اطراف برم، کار کنم و پیسه پیدا کنم. بابا فتا به تایید پدرم می گفت: هان دکتر صاحب، در اطراف سرتان جان میتن، لیکن خدا سایه تانا از سر ما کم نکنه. اگرنی حالی ما غریب ها جو جو بودیم. ما از همایون جان همیشه پرسان تانه می کنم. و بعد با چشمان خرد آبی رنگش متوجه من شده می پرسید: راست میگم یا نه؟ و من گپ‌های دکاندار پیر کوچه ما را تایید می کردم. پدرم دکتر بود. از ماموریت باز نشین شده بود. همیشه با مادرم دعوا داشت که چرا او را پیش از موعد قانونی تقاعد دادند. مادرم می گفت: حالی شکر بکش که به نام نیک تقاعد کردی، پشت دیگه گپاش نگرد. پدرم یگانه گاراژ پهلوی دروازه کوچه خانه ما را معاینه خانه ساخته بود. تمام مردم محله برای معاینه، تداوی و پیچکاری و پانسمان به معاینه خانه می آمدند. پدرم از معاینه 20 افغانی، پیچکاری 5 افغانی و پانسمان 20 افغانی می گرفت. گاهی هم زیادتر از آن برایش می دادند. کوچگی ها مرا به نام همایون بچه دکتر می شناختند.
گاهی هم بچه های کوچه برایم مطلق می گفتند و یک جایی می خواندند. همایون بچه دکتر به دستش جورک کفتر، کفترایش ملاقی، بیادرایش مزاقی. و من سرم را خم انداخته راه خانه را پیش می گرفتم. شبها وقتی به بستر می رفتم به فکر فرو می رفتم. آرزو می کردم کاش دکتر می بودم همانند پدرم. مردم را تداوی می کردم، زخم‌های خونالود را می شستم و در برابرش هم پول می گرفتم و هم مردم احترامم می کرد. آرزوها در برابرم جان می گرفتند و بزرگ می شدند. خوابم می برد. در خواب می دیدم که همه کوچگی ها مریض هستند، با بدنهای زخمی و خونالود. چپن سپید که لکه های سرخ خون آن را رنگین ساخته بود پوشیده بودم. در دستم یک قیچی و یک کارد بزرگ را می دیدم. از خوشی چشمانم برق می زد. یک طرف نوتهای شاریده و چملک پول، طرف دیگرم زخمهای بریده و قطرهای خون دیده می شد. مردم محله را می دیدم که یک نزدم می آمدند. چشمان همه ایشان پر اشک بود و موهایشان ژولیده به نظر می آمد. همه ایشان یک گپ می زدند: مریض هستم، جانم درد می کند، دکتر صاحب چطور کنم؟ هر کدامشان ناله و زجه سر داده بودند و من با ناله هایشان قهقهه خنده خود را می شنیدم. چشمانم در حالی که رگهای وجودشان را می پایید بی توجه می گفتم: فرق نمی کنه، خوب میشی. پیرزنی با موهای چرکین و ژولیده‌اش نزدم آمد. سرش را پایین هم نموده بود. از درد تمام جانش می لرزید. پرسیدمش: چه گپ است؟ نه. گفت: از درد می مرم، یک چارکو، مریض هستم، او خدا. خندم گرفت ولی نخواستم بخندم. گفتم: فرق نمی کنه، خوب میشی. و متوجه رگهای دستش شدم که در چملکه های پوست دستش گم شده بود. پیرزن که از درد تمام جانش می لرزید با خود می گفت: خدایا رحم کن. پرسیدمش: نه پیسه داری؟ بی توجه گفت: خاک ندارم که در سر خود باد کنم، پیسه را خوبان. از خشم چشمانم را سوزشی فرا گرفت. با کاردی که در دست داشتم رگهای دستش را بریدم. خون سیاه رنگ و تیره‌ای با آهستگی بیرون ریخت. پیرزن رنگ صورتش را باخت و من از خوشی به خنده افتیدم. یک بار متوجه شدم که زن دیگر در برابرم نیست و تنها قطره‌های خون را می دیدم که از نوک کارد به زمین می چکد. سرم را بلند کردم. قلندر سودخور دکاندار کوچه را دیدم. شکمش خیلی بلند آمده بود. با یک دست عصاب چوبیش را گرفته بود و دست دیگرش را بالای شکمش گذاشته بود. از درد به خود می پیچید. پرسیدمش: بابا قلندر، کجایت درد می کنه؟ بی تحمل گفت: شکمم از درد می کفه. گپ شاه فتا یادم آمد که همیشه می گفت: هر کسی که سود بخوره شکمش مثل قلندر واری می پونده، گنده میشه و آخرش هم می کفه. باز متوجه قلندر سود خور شدم. براستی شکمش خیلی پوندیده بود. تصور نمودم که شکمش پر از پول سود است که از غریب و بیچاره گرفته. نوتهای شاریده و چملک. برایم حالت تهوع دست داد. قلندر پرسید: بچه دکتر، تو هم مریض هستی؟ گفتم: نه، دلبد هستم. گفت: چرا؟ گفتم: به خاطر تو که سود میخوری، خون مردم غریب و بیچاره را می نوشی. پیرمرد دکاندار چیزی نگفت و تنها دستش را بالای قسمت شکمش محکم گرفته بود. یک بار متوجه شدم که از لای انگشتانش نودهای شاریده و چملک پول بیرون می ریزد. خودش را گریه گرفته بود. قطرهای اشک در لای شیارهای رویش می لغزید و آهسته می گفت: چه بد کردم که سود خوردم، خدا از گناهیم بگذره. من از خوشی به قهقه افتیدم. با عجله پولهایی را که از شکمش بیرون می ریخت می چیدم. یک بار دیدم که قلندر رنگش را به کلی باخته و به زمین افتیده بود و به خود می پیچید.
وجودم از ترس می لرزید. کاردی را که به دست داشتم یک طرف گذاشتم. با هر دو دست پولها را جمع می کردم و لحظه بعد پیرمرد نفس نمی کشید. از ترس تکانی خورده جیغ زدم. از خواب بیدار شدم. عرق سرد تمام وجودم را تر کرده بود. گپ شاه فتا دکاندار کوچه ما دوباره به خاطرم گذشت که می گفت هر کسی که سود بخوره شکمش مثل قلندرواری می پونده، گنده میشه و آخرش هم می کفه. آن شب تا صبح بیدار بودم و به تنها آرزویم نفرین می کردم. با آرزوی دکتر شدن. به یادم می آید که یک روز شاه فتا قصه های زندگیش را با من کرد. قصه های گذشته هایش را. مرا مادرم پشت سودا روان کرده بود. من رفته بودم تا لحظه‌ای مستی مرغ کلنگی بابا فتاح را ببینم. گفتم بابا فتاح خوب جنگی است نی؟ گفت کاک است، جوان است، شمه داره مثل آدم ها. باز پیر که شد از کاکگی میمانه. لحظه‌ای در چرت فرو رفت. دوباره متوجه مرغ شده گفت مام یک وقتی کاکگی داشتم، جوان بودم مثل همین مرغ، شمه داشتم، نامش پهلوان می بود، پیشم نفس نداشت. پرسیدمش تو یک وقت پهلوانی میکردی ها؟ گفت دو وقتا هر کاره بود. در سر خاک نرم پهلوانی میکردیم. پهلوان بهرام، افضل دیو، رستم کچالو، عیسی سماوارچی از رفیقهای ما بود. یک روز یک پهلوان مشهور کابل که از کاکه ها هم بود سرم صدا کرد. نامش جان محمد، مشهور به تراکتور بود. بر ما شرم بود که همراهش پنجه نرم نمیکردم. وعده ما در شودا بود. روز جمعه همگی آمده بودند. هیچ باور نمیکردند که ما او را چت کنم. سرش در آسمان بود. وقتی هر دوی ما شاخ در شاخ شدیم و پنجه نرم میکردیم، یک کوشک که زدم پشت حریف در زمین خورد. مردم مرا در شانه‌هایشان بالا کرده بودند و لحظه‌ای باز هم در چرت‌هایش غرق شد. من هم خاموشانه به چشمان خرد آبیش میدیدم که در دور دستها رفته بود. بعد آهی کشیده گفت آخرش آدم میمیره، میشکنه، پشت آدم قات میشه. هی هی جوانی، همه چی نعمتی است. خو حالی خدا آخرت ما را خوب کنه. دلم به حال شاه فتا سوخته بود. به نظرم آمد که روزی من هم مانند دکاندار پیر کوچه ما ناتوان و پیر شده آرزوهای جوانی را دوباره به خاطر خواهم آورد. دلم به حال خودم سوخت. از زندگی بدم آمد. شاه فتا زیر لب می گفت این زندگی بی معنی است، آخرش هم آدم می میره. سالها گذشت. ما از کوچه باغ علی مردان کوچ کردیم. در یکی از مناطق جدید شهر رفته بودیم. کوچگی ها هم یک یک کوچ کردند. خانه های کاهگلی با دیوارهای فرو ریخته خاطره های گذشته را در خود نگه داشته بود. من بزرگ شده بودم ولی دکتر نبودم. کارم تنها تصویر خاطره ها بود. یک نویسنده. یک روز نمیدانم به خاطر چه به آن کوچه رفتم. خاطره ها دوبارم در ذهنم زنده شدند. دکان شاه فتا بسته بود. خانه های کاهگلی هم پیر شده بودند. یکی از کوچگی ها را دیدم. او هم پیر شده بود. سلام کردم. مرا نشناخت. برایش گفتم من بچه دکتر هستم، همایون بچه دکتر. و بعد با انگشت خانه محقر و فرو ریخته گذشته ما را نشانش دادم. پیشانی چین خوردش از هم باز شده گفت چه وقتهایی بود، همه کوچگی ها رفتند، ما کت چوچه هایم ماندیم. پرسیدمش شاه فتا چه شد؟ لحظه سکوت نمود و بعد آهسته گفت هی خدا ببخشش، خوب آدم بود، بیچاره بسیار پیر شده بود، 2 سال پیش مرد. به پله های بسته دکان دیدم. گپ شاه فتا
یادم آمد. کاک است، جوان است، شم داره مثل آدم ها. باز که پیر شد از کاکگی میمونه، میشکنه پشت آدم قات میشه. خاطره کودکی دوباره در ذهنم جان گرفت. با قدم های سست کوچه را پشت سر گذاشتم. کوچه ای که یاد آدم ها را با خود داشت. هوا گردآلود و خفقان آور بود و من به آهستگی از کوچه دور شدم. کاروان قصه در برگیرنده داستان‌های زیبا و دلانگیز از نویسندگان خوب کشور. شنیدن این برنامه را ساعت 10:30 تا 11 شب‌های دوشنبه و سه‌شنبه از رادیوی ملی افغانستان روی موج متوسط 1107 کیلوهرتز و 105.2 FM فراموش نکنید. خب شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، این بود داستان در کوچه های خاطره به حضورتان تقدیم شد. قابل یادآوری است برنامه کاروان قصه را از طریق صفحات اجتماعی رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز می توانید دنبال کنید. و تا شب دیگر و داستان دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. بقیه شبتان خوش. الله یار و مددگارتان. دا زالد بازانو دا کرد مسلمان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان مسکن د میړنو یو سر بلند پټول جهان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان اتل د تاریخونو خپل وخت له قرنونو دا سلای د غیرت د میدان د غورځنګونو اتل د تاریخونو خپل وخت له قرنونو دا سلای د غیرت د میدان د غورځنګونو نذکر شپږ هر وخت نړۍ امپراتوران باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان دا زالد بازانو دا کرد مسلمان باتور افغانستان باتور افغانستان مسکن د میړنو یو سر بلند پټول جهان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان ټاټو بيد زمرو دی لري غيور بچي دا کور د احمد شاه دی دا کور د غزنوي ټاټو بيد زمرو دی لري غيور بچي دا کور د احمد شاه دی دا کور د غزنوي دا کور د احمد شاه دی دا کور د غزنوي وطن دملا عمر منصور مسکن د اکبر خان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان دا زالد بازانو دا کرد مسلمان باتور افغانستان باتور افغانستان مسکن د میړنو یو سر بلند پټول جهان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان دا خاک شهدا دا خاک محترم وخپلو ته جنت پردو ته جهنم دا خاک شهدا دا خاک محترم وخپلو ته جنت پردو ته جهنم وخپلو ته جنت پردو ته جهنم زلاند لکل مرد د ننګونو پر اسمان
باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان دا ځان د بازانو د دا کور د مسلمان باتور افغانستان باتور افغانستان مسکن د میړنیو سر بلند په ټول جهان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان باتور افغانستان مقتل د هر مغرور دی اجل د شر فساد کلوشن د مفسدینو یا هر یو فاسد مراد مقتل د هر مغرور دی اجل د شر فساد کلوشن د مفسدینو یا هر یو فاسد مراد کلوشن د مفسدینو یا هر یو فاسد مراد